امامالله رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در سمیت کشورهای عرب مسلمان و ایالات متحده آمریکا در شهر ریاض شرکت خواهد کرد. یک منبع از دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت در این سمیت که قرار است روز 21 ماه برگزار شود، رئیس جمهور تاجیکستان احتمال سخنرانی کند. مسئولین میگویند ملاقات امامالله رحمان با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که برای نخستین بار همدیگر را در چارچوب یک همایش بین المللی خواهند دید در نظر نیست. با نخستین سمیت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا، سران کشورهای دیگر از جمله شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان، نواز شریف سروزیر پاکستان و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دعوت شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ایران رقیب سنتی عربستان سعودی در منطقه به این همایش دعوت نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مبتکران سمیت کشورهای عرب و مسلمان و ایالات متحده آمریکا محسوب شده و در نظر است نمایندگان بیش از 50 کشور در حاشیه این همایش در ضیافت با ترامپ حضور پیدا کنند. این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ است. بنا به اطلاع وزارت خارجه آمریکا، انتظار می رود دونالد ترامپ با سران 6 کشور عربی، عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عرب به طور جداگانه ملاقات کند. امامالله رحمان باری آخر در ماه ینور سال 2016 به عربستان سعودی سفر کرده بود. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این دیدار عربستان سعودی را در جهان عرب و منطقه خاورمیانه شریک مهم خوانده و خواستار تحکیم همکاری ها شده بود. در همین حال کارشناسان مستقل از تلاش‌های تاجیکستان برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم استقبال می‌کنند. ضرورت شرکت فعال تاجیکستان در این همایش ائتلاف‌ها را مرز 1400 کیلومترش با افغانستان همسایه که در آن گروه‌های شورشی دولت اسلامی و طالبان ضد نیروهای حکومت می‌جنگند خیلی مهم است. به اصطلاح تاجیکستان در خط اولی مبارزه با تروریسم قرار دارد. رشید غنی کارشناس مسائل سیاسی میگوید مادامی که ابرقدرت‌ها در جهان اعلان کردند که با دیگران چندان ابرقدرت نیستند، بیایید همراه باشیم و بر ضد این پدیده‌ها مبارزه بریم. عملگرایی تقاضا می‌کند واکنش باید ایجابی باشد. بنابراین جمهوری‌های مثل تاجیکستان که خرد هستند، امکانات زیاد ندارند، باید در چنین حالات طور واکنش کنند که به فایدهشان باشد و بر ضررشان نگردند. چرا آمریکا در مبارزه علیه تروریسم و گروه‌های تروریستی دیش محض با کشورهای عربی ائتلاف می‌کند؟ با گفته وی فعلا تحولات گروهدار عمدتاً در کشورهای عربی صورت می‌گیرند. همچنین بیشتر کشورهای عرب ثروتمند بوده و می‌توانند بخش عمده مخارج تدابیر ائتلاف به رهبری آمریکا را پرداخت کنند. از سوی دیگر رشید غنی گفت که هم آمریکا و هم کشورهای عربی با ایران رقابت عقیدتی دارند. ایران و روسیه برخلاف کشورهای عرب کشورهای از لحاظ نظامی نیرومند حساب می‌یابند. از این لحاظ در این مرحله راه اندازی کردن ائتلاف با کشورهای عرب به منفعت‌های آمریکا سازگار است.